خب آقای دکتر فاطمی، امشب قراره برامون در خصوص حالا طبق اطلاعیه‌ای که در وبینار برای شما در گروه تلگرام براتون ارسال کردیم در خصوص وظایف متخصص بیهوشی در بخش ICU و اتاق عمل برامون صحبت کنم. دستورالعمل ICU رو برای دوستان بارگذاری کردیم. حالا آقای دکتر اگر تمایل داشته باشن میتونید صحبتشون رو بکنن. آقای دکتر میکروفون در اختیار شماست. خواهش میکنم. صدا رو دارین؟ بله صداتون رو داریم. با سلام خدمت همه دوستان عزیز و کسانی که تو وبینار شرکت کردن. به عرضتون برسونم آنچه که در کوریکولوم آموزشی متخصصین بیهوشی وجود داره. یک قسمت در واقع مراقبت‌های ویژه هستش. مراقبت‌های ویژه من فقط برای دوستان اگر بخوام باز بکنم در رابطه با مریضان بیماران هستش که در واقع بدحال هستن. حالا تعریف این بدحالی در واقع برای ما بیمارانی هستن که یه ارگان فیلر دارن و این ارگان فیلر در واقع باعث شده که نیازمند در واقع مراقبت هایی باشند که نسبت به مراقبت های بیمارستانی خاص‌تر و ویژه‌تر هستند. حالا مربوط به ارگان های خاص میشه یا مربوط به متابولیسمشون یا شرایط بیمارانی که دچار تروما های وسیع شدن و یا جراحی های وسیع داشتند. الو، صدا رو دارین؟ بله آقای دکتر صدا شما رو داریم. ببخشید من فکر میکردم قطع شده یک لحظه. نه. بنابراین بیمارانی به ICU منتقل میشن که شرایط ویژه و خاصی دارن یا از نظر همودینامیک ثبات ندارن یا از لحاظ در واقع تنفسی مشکل خاصی دارن یا مشکلات متابولیک از بابت سیستم غدد و درونریز در واقع اشکال وجود داره یا عبارتی هوشیاری بیمار مربوط به سیستم اعصابشون دچار نقصی شده یا شرایط و وضعیت خونریزی ایجاد شده که نیازمند مراقبت خاص هستند یا بیماری‌های داخلی که در واقع به سمت یه ارگان فیلر در واقع سمت و سوش رفتن نیازمند کمک هستش بیمار. این بیماران منتقل میشن با ICU. وظیفه متخصص بیهوشی در واقع با توجه به کوریکولوم آموزشیش در واقع تمامی اقدامات خاصی میشه که مربوط به این شرایط ویژه هستش و در واقع طیفی از تخصص‌های تمامی این موارد حاد و ویژه رو در بر میگیره، از سیستم جراحی اعصاب، سیستم جراحی عمومی، کلیه بیماری‌های داخلی و تمام مواردی که حالا توی این کاتگوری گنجانده میشه. به عرضتون برسونم بابت همین مسئله هستش که متخصصین بیهوشی رو به عنوان مقیم ICU در نظر میگیرن، به عنوان منیجر و اداره کننده ICU، چون در کوریکولوم آموزشی اینها این گنجانده شده که تو شرایط ویژه و خاص این مراقبت ها از طرف متخصص بیهوشی برای بیماران دیده بشه. غیر از متخصص بیهوشی کسانی که حالا به نوعی میتونن در ICU به عنوان مقیم گنجانده بشن و به صورت پزشک مقیم حضور داشته باشن، خب در رأسشون فلوشیپ ها و فوق تخصص های ICU و مراقبت های ویژه هستن. بعد از اون فوق تخصص های ریه، خود متخصصین بیهوشی و متخصصین داخلی. اینها صلاحیت این رو دارن که به عنوان مقیم پزشک مقیم ICU در واقع در ICU درگیر بشن و کارهای بیمار رو عهده دارن. در خدمتتون هستم اگر تو این قسمت سوالی هستش بفرمایید. آقای دکتر من همزمان شما دستورالعمل ICU رو بک‌گراند وبینار هم گذاشتم. دوستان علاوه بر صحبت شما این موارد رو هم میتونن بکنن. شما میخواید ادامه بدید بعد یک تایمی رو برای پرسش و پاسخ و طرح خواهش میکنم. میخوام من یه سری کلی بدم
بله و بعد برگردیم به حال سوالی اگر دوستان داشتن در خدمتشون باشیم. به عرضتون برسونم در مورد ICU شرایط به این قرار شده با توجه به اینکه پزشکان مقیم در واقع برای حق و زحمهشون در واقع بیمه گذار و شرایطی برای حق و زحمه در نظر گرفتن که 30% روز تخت ICU رو در نظر گرفتن برای پزشک مقیم که این 30% روز تخت در واقع تعلق داره به پزشکانی که ذکر خدمتشون شد. جدای از اینها پزشکی که مقیم ICU هستش وظیفش این هستش که جدای از ویزیت روزانه و به تناسب وضعیت بیمار مشاوره های خاص درخواست بکنه، سیر بالینی بیمار رو در واقع یادداشت بکنه، دستورات خاص رابطه با کنترل بیماری مریض اگر داشت انجام بده و یا به هر حال اگر نیاز به تخصص دیگه‌ای برای کنترل در واقع بیماری داشت جدای از پزشک معالج درخواست بکنه. در رابطه با مواردی که پرهای خاص توی ICU صورت میگیره ما یه سری موارد داریم که طبق جدولی که در واقع حالا خدمتتون هستش و شما زحمت کشیدین تو پس زمینه وبینار گذاشتین، اینها جزء خدماتی هستش که خب متخصص بیهوشی باید به عنوان مقیم ارائه بده. از قبیل لوله گذاری، ستاپ دستگاه‌های ونتیلاتور هستش، سوندگذاری هستش، انجام در واقع گرفتن نمونه گازهای شریانی هستش و حالا اقلامی که ذکر شده. خارج از این جدول یه سری موارد هستش که ممکنه نیاز بشه که در واقع متخصص بیهوشی یا همکاری که به عنوان مقیم حضور داره اونها رو به انجام برسونه برای در واقع شرایط بیمار که اونها خب شامل در واقع اون کدهایی میشه که تعرفه‌اش از جانب بیمه ها پرداخت خواهد شد، یعنی جزء خدمات مقیم ICU نیستش و جزء خدمات هتلینگ ICU نیست. مثالش مثل گذاشتن کاتتر در واقع CV لاین هستش یا چست تیوب گذاری اگر دسترسی به جراح نباشه پزشک مقیم ICU بخواد بذاره، یا حالا اگر پزشکی باشه که فوق ICU باشه خب خیلی از کارهایی که میتونن انجام بدن انجام میدن، مثل گذاشتن پگ هستش یا موارد این چنینی یا تراکوستومی هستش. اینها مواردی هستش که خب خارج از اون سیستم هتلینگ و در واقع خدمات هتلینگ ICU به مقیم پرداخت میشه. من در خدمتتون هستم. خب آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحاتتون. حالا علاوه بر مواردی که شما مطرح کردید توی دستورالعمل یه سری وظایف هم برای بخش ICU در نظر گرفته شده که دوستان حالا میتونن توی این جزوه‌ای که براشون قرار داده شده این موارد رو ببینن. البته این رو ما توی تلگرام هم بعداً ارسال میکنیم، میتونید از اونجا هم دسترسی داشته باشید اگرچه که فایلش رو قبلا هم گذاشتیم. بفرمایید. خب اجازه بدید من نمیدونم دوستان تا اینجا اگر موردی یا سوالی دارن میتونن تا این بخش از صحبت‌های آقای دکتر هستیم مطرح کنن. لطفاً توی قسمت چت برامون اینا رو بنویسید. آقای دکتر توی این دستورالعمل در خصوص ماده 6 بازتوزیع 30% تخروز بخش مراقبت‌های ویژه یه جدولی بود که شما مواردش رو اعلام کردید. یه سری نکته دیگه هم داره، حالا گفته مثلا صرفاً در بخش‌های مراقبت ویژه جراحی قلب خدمت تنظیم پیس میکر موقت نیست به عنوان خدمات پایه محسوب می‌گردد و حالا چند تا دیگه هستن. اگر تصویر رو می‌بینید، اگر احساس می‌کنید که در خصوص این موارد نکته‌ای هست که شما میتونید به عنوان نکته تکمیلی یا کلیدی بهمون بگید ممنون میشم. خواهش میکنم.
در های جراحی قلب خب همکاران در واقع فلو بیهوشی قلب حضور دارن معمولا، و حالا در شرایطی که اگر حضور نداشته باشند متخصصین بیهوشی حضور دارن. در مورد پیس میکر، تنظیمات پیس میکر رو همکارای متخصص بیهوشی قلب میتونن انجام بدن، ولی تو کورکول آموزشی همکارای متخصص بیهوشی این گنجانده نشده. بنابراین در مورد همکاران متخصص قلب اون قسمتی که در اون کار انجام میشه قابل پرداخت به همکاران فلوشیپ قلب هستش، بیهوشی قلب. اما در مورد متخصصین بیهوشی فکر میکنم که این خیلی صادق نباشه، چون جزء کوریکولوم آموزششون و مواردی که باید انجام بدن جزء وظیفهشون نیستش. به هر حال اون قسمتی که در واقع ما داریم کار رو انجام میدیم در واقع مشخص هستش که وظیفه ما تو چه چارچوبی هستش، تو اون چارچوب ما وظایفمون رو انجام بدیم. و در قسمت هتلینگ بیمارستان گنجانده شده باشه، خب این اونم با نظر بیمه ها هستش، خب تعلق میگیره. اما اگر خارج از اون چارچوب باشه خب متاسفانه این پرداخت نمیشه. البته خب جای بحث و صحبت در مورد خیلی از موارد هست که حالا بیمه گذار همچین تصمیمی نگرفته برای، یا اصلا مسئله باز نشده برای پرداخت ها، اما اینا باید به هر شکل توی یه جلساتی با حضور متخصصین و با حضور بیمه‌گر بشه اینا رو مشخص کرد و پرداختشون هم به هر حال بابت کاری که انجام میشه بشه. بله متشکرم. خب آقای دکتر مولازاده هم به جمعمون چند دقیقه هست که پیوند و ایشون هم توی وبینار حضور دارن. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر. اگر نکته‌ای تا اینجا مد نظرتون هست لطفا شما هم میکروفونتون رو باز کنید و اعلام کنید. خب فکر کنم آقای دکتر اسمشون رو متاسفانه نمیبینم، انگار که برای اینترنتشون مشکلی پیش اومد. آقای دکتر فاطمی عزیز، همکاران سوالی رو در گروه حالا پرسیده بودن که قرار بوده امشب مطرح کنیم و این سوال‌ها رو از شما بپرسیم. اگر اجازه بدید من حالا سوال رو که اولین سوالی رو که خدمتتون بخونم. متشکرم. گفتن با سلام و احترام، آیا طبق قوانین و دستورالعمل‌های موجود پزشک معالج مجاز است در اتاق عمل جهت بیمار اقدام تشخیصی یا درمانی بدون بیهوشی انجام دهد؟ بدیهی است منظور از بیهوشی در این سوال انواع روش‌های بیهوشی حداقلی مانند مک یا حداکثری مانند بیهوشی جنرال میباشد. اگر میتواند آیا مسئولیت بیمارانی که به اتاق عمل میآیند و بیهوشی دریافت کنند هم با متخصص بیهوشی است یا در این موارد متخصص بیهوشی هیچ مسئولیتی ندارد؟ این اولین سوال. خب پاسخ بدم من الان یا مجددا سوال دیگه؟ نه این سوال پاسخ بدید، من کم کم سوال بعدی. خواهش می‌کنم. ببینید به این صورت هستش که اصلا هدف متخصص، یعنی از وقتی که در واقع بیهوشی به وارد سیستم پزشکی و جراح‌ها به عنوان اولین متخصصین بیهوشی در واقع اومدن پایه‌گذار بیهوشی شدن، این مسئله در واقع نیاز به بیهوشی خب مطرح شد. خواستگاه در واقع تخصص بیهوشی برای مراقبت بهتر از بیمار و شرایط حداکثری برای سلامتی و ایمنی بیمار در واقع هستش، و در درجه دوم راحتی جراح و جراح بتونه به کار خودش رسیدگی بکنه. متاسفانه شرایطی که در واقع حالا بعضا وجود داره، همکاران ما توی این در واقع سالهایی که پزشکی پیشرفت کرده و پروسیجرهای مختلفی در واقع به جراحی ها اضافه شده و همینطور
مراقبت‌های حد اکثری که از طرف متخصصین بیهوشی ارائه میشه تو سیستم‌های درمانی و اتاق عمل، باید ما اینو در واقع مستحضر باشیم که حضور متخصص بیهوشی در اتاق عمل بابت ایمنی، یعنی باعث ایمنی بیشتر و سلامتی حد اکثری بیمار خواهد بود. بنابراین به عنوان یه جزء لازم با توجه به ارزش انسان و حفظ سلامتی انسان جزء ضروری و لازم هستش. حالا همکارای جراح بعضا اعمالی دارند که ممکنه خودشون اقدام بخوام بکنن که با بی‌حسی موضعی این کار انجام بشه، که درستش این هستش که از همکارای بیهوشی بخوان و همکار بیهوشی حضور داشته باشه، از بیمار مراقبت بکنه، مانیتورینگ بکنه بیمار رو، و حتی اگر قراره که اون بی‌حسی موضعی انجام بشه توسط متخصص بیهوشی انجام بشه که بسیار بهتر و دانسته تر میتونه این کار رو انجام بده. معذالک اگر همکار جراحی تصمیم به این بگیره که جراحی انجام بده و بی‌حسی موضعیش رو خودش انجام بده، مسئولیت در قبال بیمار کاملا به عهده ایشون هستش، کاملا به عهده ایشون هستش. اما ما بارها و بارها دیدیم و میبینیم و تکرار شده در اتاق عملها که حتی با یک بی‌حسی موضعی مریض دچار شرایطی میشه که نیاز به مراقبت داره و متاسفانه خب دست به دامن همکارای بیهوشی میشن که حالا بیا الان رسیدگی کن به مریض. به خاطر همین اصلا وقتی مریض وارد اتاق عمل میشه درستش این هستش که از همون ابتدا مراقبت‌های پایه بیهوشی رو بگیره. منتها خب روال این شده و چون از اول به نوعی جراح محور بوده سیستم درمان و شرایط به طوری رقم خورده که بیمه ها هم همپای این داستان تعریف هایی که برای پرداختی ها داشتن خب توی اون این قضیه دیده شده و مواردی هستش که جراح خودش میاد این کار رو انجام میده، بی‌حسی و موضعیش هم خودش ممکنه این کار رو انجام بده و خب بابتش هم یه درصدی خب بهش تعلق خواهد گرفت بر اساس اون پروتکل هایی که بیمه ها دارند. نمیدونم که کافی بود توضیحاتم. بله خیلی ممنونم. پس نتیجه مثال بزنم، بله مسئولیت این عمل با خود شخصی است که کار رو انجام داده و متخصص بیهوشی این وسط مسئولیتی نداره، درسته؟ بله کاملا. وقتی که خودشون از سرویس درخواست کار انجام نمیدن و خودشون میخوان که اصرار دارن برای اینکه لوکال باشه در واقع بی‌حسی، کاملا مسئولیت با خودشون هستش و از سرویس بیهوشی هم باید خدمتی نگیرن. یعنی نمیشه حتی بخوان تکنسین بیهوشی رو به خدمت بگیرن که بخوان، چون اگر وقتی به خدمت میگیرن حتی برای مراقبت های پایه خب اون مانیتور آنستزی کیر هم بهش تعلق میگیره، چون نمیشه که یعنی از گروه بیهوشی از سرویس بیهوشی استفاده بکنن ولی خب تعلقی از بابت پرداختی به گروه تعلق نگیره، چون ناخودآگاه مسئولیت سمت متخصص بیهوشی خواهد آمد. یعنی این به شرطی هستش که خودشون همه کارا رو به عهده بگیرن. شرط لازمش در واقع قبول تمامی مسئولیت توسط ایشون هستش. بله متشکرم. خب یه سوالی الان توی چت پرسیدن تا داغ هست، من اجازه بدید این رو بخونم. گفتن که پزشک بیهوشی میتونه بیمار رو به صورت مستقیم در آی سی یو بستری کنه؟ بله کاملا این کار قابل انجام هستش، ولی باید ذکر دلیل انجام بشه که دلیل این که پزشک مراقبت‌های خاص برای بیمار میخواد چی هستش. به عنوان نمونه براتون عرض میکنم یه مریض یه جراحی فتق ساده شاید از نظر همکار جراح داره یا از نظر خود بیمار یا از بابت سیستم بیمه‌گر، اما بیمار به دلیل بیماری‌های زمینه‌ایش و پس زمینه بیماری‌هایی که داره و ریسک عوارضی که بعد از عمل میتونه مترتب بیمار باشه نیازمند مراقبت هست.
همون بیماری فتقی که ظاهرا دیگه جز عملهای کوچیک هم محسوب میشه میتونه FRC رو بندازه، وضعیت تنفسی بیمار رو بعد از عمل دچار چالش بکنه و افت در واقع اکسیژن خون به همراه داشته باشه و مریضی که ایسکمیک هارت دیزیز داره، بیماری یا نارسایی قلبی داره یا درجاتی از نارسایی تنفسی یا مشکلات تنفسی COPD شدید داره، میتونه به چالش کشیده بشه و اگر در بخش بره سلامتیش به خطر بیفته. وقتی ما مریض رو بستری میکنیم تو ICU، در واقع درسته که شاید به ظاهر یه هزینه اولیه برای بیمه‌گر در واقع سیستم بیمه ایجاد میشه، اما از عوارض بعد از عمل و نگهداری های طولانی مدت تر به خاطر اون عوارض در مجموع نگهداری میشه. به خاطر همین هم هستش که متخصص بیهوشی تصمیم میگیره برای همچین بیمارانی که طیفش وسیع هستش، حالا با توجه به نوع جراحی که جراحی ماژور باشه یا جراحی سبکتر باشه و بیماری های زمینه‌ای و شرایطی که توی اتاق عمل در واقع حادث شده، مثلا خونریزی، مثل نوسانات فشار خون، مثل ایجاد آریتمی، مثل ارست قلبی، خود متخصص بیهوشی رأساً تصمیم گیری بکنه برای در واقع مراقبت بیشتر و حفظ سلامتی مناسبتر بیمار. در خدمتتونم. خیلی متشکرم آقای دکتر. خب من فکر میکنم آقای دکتر ملازاده عزیز هم مشکل میکروفونشون حل شده باشه. من ازشون اجازه میگیرم سوال بعدی رو میخونم، در خدمت ایشون هم هستیم. خواهش میکنم، در خدمتشون هستیم با کمال میل. زنده باشید. گفتن که در بخش ICU پرداختی به متخصص بیهوشی مقیم به صورت گلوبال و 30% هر تخت است و دستورالعمل مجموعه اقداماتی را در زیر عنوان گلوبال تعریف کرده است، اما به صورت جزئی آیا بیهوشی برای اقداماتی مثل برونکوسکوپی توسط فوق ریه، PDT توسط فوق ICU، تعویض تراک توسط جراح عمومی، چستیوب گذاری توسط جراح، خروج بخیه‌های سرکلاژ توسط متخصص زنان، شوک قلبی توسط متخصص قلب جهت کنترل ریتم قلبی و غیره که به درخواست پزشک معالج یا مشاور تحت سدیشن یا بیهوشی انجام می شود، کار بیهوشی تعلق می گیرد؟ من پاسخ بدم یا آقای دکتر ملازاده پاسخ میدم؟ نه شما این رو بی زحمت لطفاً خواهش میکنم. در خدمتتونم. ببینید در ICU با توجه به شرایط بیمار گاهن نیاز به اقداماتی هستش که خب با توجه به شرایط هوشیاری بیمار و امکان در واقع درد و استرسی که به بیمار وارد میشه که خود اینها میتونه منجر به عوارض شدیدتر و حادتری بشه، ما نیاز داریم که به بیمارانی که تو ICU هستن و نیازه که اقدامات درمانی خاصی مثل همینایی که ذکر کردیم براشون انجام بشه، بیایم سدیشن مانیتور آنستزی، در حالی که خب مانیتور دارن میشن ولی به صورت ویژه تر و یا اقدام حتی بیهوشی به صورت عمیق‌تر ما انجام بدیم، به خاطر اینکه بعضا گاهن مریض هایی هستن که انتقالشون حتی به اتاق عمل ممکنه توی شرایطی خیلی مقدور نباشه. به خاطر همین یه سری از اعمال هستن که خب لازمه، اصلا ضرورتی هم نداره به اتاق عمل منتقل بشه، مثلا شوک دادن یا برونکوسکوپی. اینها بعضا میتونه در همون ICU انجام بشه و با توجه به اینکه بالاخره کار در واقع متخصص بیهوشی خارج از اون سیستم اتاق عمل هم به همون شکل و با شرایط ویژه تر و خاصتر داره صورت میپذیره، خب تعرفه بهشون تعلق خواهد گرفت. منتها خب طبق روال باید برگه های بیهوشی پر بشه و اون روال در واقع صنعت‌سازی و کارها صورت پذیره. خب من تشکر میکنم از صحبت‌های شما. خواهش میکنم. دکتر ملازاده عزیز اگر آنلاین هستن و صدای ما رو دارن بهشون سلام عرض میکنیم و شنونده صحبت‌های ایشون هم هستیم. همزمان آقای دکتر هم توی وبینار هستن.
آقای دکتر، من دسترسی میکروفون شما رو هم باز کردم با توجه به اینکه چند تا از سوالاتی که خونده شد سوالاتی بودن که مطرح کرده بودید. در ادامه بعد از صحبت‌های آقای دکتر مولازاده اگر موردی هست میکروفونتون رو باز کنید و سوالتون رو مطرح کنید. آقای دکتر مولازاده، شبتون بخیر. سلام، شما بخیر آقای مهندس افتونی عزیز و همینطور آقای دکتر فاطمی گرامی. خیلی خوشحالم که در حقیقت امشب فرصتی شد که مطالب ارزنده امشب رو در حقیقت بشنویم که آقای دکتر فاطمی بیان کردن. به همه دوستان و همراهان عزیز هم سلام و شب بخیر دارم و در حقیقت در خدمتون هستم در رابطه با نکاتی که مطرح شده. از همین سال آخر اگر که ما بخوایم شروع بکنیم، بله، الزاماً مکانی که درش بیهوشی قرار اتفاق بیفته و بابت اون حق و زحمه پرداخت بشه صرفاً اتاق عمل نیست. میدونیم که ممکنه در کلینیک های گوارش هم اندوسکوپی و کولونوسکوپی برای بیمار تحت آی وی سدیشن صورت بگیره. بدیهی است که اونجا هم اگر که متخصص محترم بیهوشی هست و کار آی وی سدیشن رو انجام میده، چارت بیهوشی داریم و سایر مستندات هم نشان دهنده انجام بیهوشی هست، حتما و حتما حق و زحمه همکار محترم متخصص بیهوشی به طور تمام و کمال باید محاسبه و پرداخت بشود. نکته مهم بعدی که وجود داره این هستش که بله، هم پزشکان محترم متخصص بیهوشی و هم فلوشیپ ها و فوق تخصص های ICU به عنوان پزشک معالج بیمار میتونن اقدام به بستری بیمار در بخش ICU بکنن. در مورد پزشکان ICU که یعنی فلوشیپ و فوق ICU، زمانی که میان و در یک کلوز ICU قرار دارن، حتی اگر که اونجا به صورت مقیم هم باشند، روزانه یک ویزیت هم برای هر بیمار قابل محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود که برای این هم در دستورالعمل داریم. البته که به نظر من این میتونه در نبود پزشکان فلوشیپ یا فوق ICU برای متخصصین محترم بیهوشی هم قابل محاسبه باشه که نیازمند این هست به نظر من که انجمن محترم متخصصان بیهوشی در این زمینه رایزنی بکنه و قطعا هم اگر که بحث ماوره و آوردن دلایل برای همچین پرداخت ویزیت هایی باشد، دلایل و مستنداتش قابل محاسبه و قابل ارائه خواهد بود. یکی دیگه از نکاتی که در صورت سابای بیمارستان مطرح هست این هستش که در مورد بحث ABG بود. ABG میدونیم که یک بخش داره که خونگیری از شریان هست و قسمت دومی آزمایش ABG هست که اون رو در حقیقت آزگاه انجام میده. طبیعتاً میبینیم که به کرات این اتفاق میفته که بحث آزمایش ABG رو هم بیمه‌گران پرداخت نمی‌کنن که این مورد این نیست. خونگیری در حقیقت در دستور ذکر شده، اما خدمت انجام آزمایش بر روی اون نمونه خون طبیعتاً قابل محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. در خدمت دوستان هستم اگر که سوال یا موردی هست. بله، خیلی ممنونم. اگر آقای دکتر جوادی پور میخوان نکته‌ای دارن میخوان اعلام کنن در خدمت ایشون هستیم. اگر دسترسی به میکروفون ندارن یه بار صفحهشون رو رفرش کنن یا مجددا وارد وبینار بشن، گزینه میکروفون براشون فعال میشه. خب من با اجازهتون سوال بعدی رو بخونم. گفتن که در ICU دقیقاً جهت کدام یک از اقدامات و پروسیجرها به متخصص بیهوشی مقیم دستمزد جدا از هر مقیمی تعلق می‌گیرد؟ لطفاً به جزئیات شرح داده شود. سیویلان گذاری، شالدون گذاری، تحویل کاتتر، PDT، چست تیوب گذاری، برونکوسکوپی،
در ادامه این سال آیا اگر متخصص بیهوشی جهت یک پروسیجر که خودش انجام دهنده هست به بیمار سدیشن بدهد، میتواند همزمان درخواست دستمزد پروسیجر و هم دستمزد بیهوشی را داشته باشد؟ آیا میتواند در جایگاه انجام دهنده پروسیجر درخواست 20% آنستزی داشته باشد؟ خب این آقای دکتر فاطمی سوال باز براتون برسونم که در مورد مواردی که حالا به این صورت انجام میشه، خب حق و زحمه متخصصین بیهوشی بر اساس اون کتاب کالیفرنیا یا هم کتاب تعرفه هایی که در واقع ابلاغ شده قابل پرداخت خواهد بود. اما بیمه ها در مورد نیاز به سدیشن کنار در واقع انجام اون پروسیجر در واقع چیزی در نظر نگرفتن برای متخصصین بیهوشی، که البته حالا این جای صحبت داره و جای بحث حتما داره با سیستم بیمه‌گر که در واقع بتونن مستندات خوبی ارائه بدن که در واقع حق و زحمه مازاد این کار هم بشه پرداخت شد. ولی در حال حاضر بابت سدیشن یا در واقع بیهوشی که متخصص بیهوشی بایسیو انجام بده و پروسیجر هم خودش انجام بده نه پرداخت نمیشه، فقط همون پروسیجر هستش که پرداخت میشه. ولی در مورد جراح، همکار جراح در واقع اگر این کار رو انجام بدن و خودشون هم در واقع حالا انجام بی‌حسی موضعی یا سدیشن رو به عهده بگیرن، فکر میکنم 20% در واقع حق العمل هم اضافه میشه به اون پرداختیشون. خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر جوادی پور هم میکروفونشون رو باز کردن، اگر موردی دارن آقای دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای دکتر جوادی پور اگر موردی دارید بفرمایید. بله صداتون رو داریم. به نام خدا من تشکر میکنم از اساتید گرامی جناب دکتر فاطمی، دکتر مولازاده و مهندس افسانی و سایر دوستان عزیزم. من فقط اینجا قسمت دوم سوال یه بار دیگه تکرار کنم. اگر آقای دکتر فاطمی اگر درصد موضعی رو درخواست کنه، قسمت که فرمودید که فعلا بیمه ها در مورد سدیشن متخصص بیهوشی نمیدن اما قابل رایزنیه، اما در مورد 20% بی‌حسی موضعی چی؟ آیا فرمودید به جراح پرداخت میشه اما در بیهوشی هم اگر انجام دهنده پروسیجر باشه پرداخت میشه؟ خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم. براتون برسونم همونطور که خدمتتون گفتم، در زمانی که بیهوشی پروسیجری انجام میده داخل بخش مراقبت‌های ویژه، اگر نیازمند باشه به سدیشن یا سدیشن بیمار یا بابت بیهوشی که برای بیمار انجام میشه چیزی پرداخت نمی کنند، فقط بابت پروسیجری که انجام میده قابل پرداخت خواهد بود. اما در مورد سیستم جراح یه مقدار متفاوت هستش و اون 20% رو پرداخت میکنه در واقع بیمه، سیستم بیمه. من یه طور در این رابطه خدمت در حقیقت دوستان عرض بکنم. ما یک کد تعدیلی 45 رو داریم توی کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت که میگه انجام بی‌حسی ناحیه‌ای، رژیونال و اسپاینال توسط پزشک معالج. یعنی اینجا پزشک معالج هست و فرق نمی‌کنه که این پزشک معالج جراح باشه یا یکی از مثلا فوق‌های داخلی باشه یا همکاران محترم متخصص بیهوشی باشن. توی چنانچه در حقیقت ما ریجنال آنستزیا داشته باشیم یا اسپاینال آنستزیا باشیم و به طریق اولا
در حقیقت جنرالش رو داشته باشیم، طبیعتاً در این موارد متخصص محترم بیهوشی چنانچه هم این اقدام رو انجام بده هم پروسیجر اصلی رو، طبیعتاً مبلغی قابل پرداخت نخواهد بود. اما چنانچه هر یک از روش‌های هر یک از پروسیجرها رو به متخصصین محترم بیهوشی با 20% بی‌حسی موضعی انجام بدن، حتما اون 20% قابل محاسبه است و قابل پرداخته. برای اینکه کد تعدیلی 46 کتاب ارزش نسبی میگه انجام بی‌حسی موضعی توسط پزشک معالج. باز اینجا بحث از نوع تخصص که جراح هست یا فوق داخلیه یا در حقیقت سایر رشته ها هست مطرح نیست. مثالی که به طور شایع من میتونم خدمتون عرض بکنم، زمانی هستش که یک فلوشیپ درد مثلا میاد و یک تزریق ترانسفورامینال برای بیمار انجام میده. فلوشیپ درد میدونیم که تخصص پایش معمولا تخصص بیهوشیه، میاد و زیر گاید حالا CT اسکن یا هر کار دیگر، هر تصویربرداری دیگه‌ای برای بیمار تزریق مثلا ترانسفورامینال در نخاع انجام میدهد، در اسپاین انجام میده. اگر بیمار رو براش در حقیقت بیاد و بی‌حسی از ریجنال یا اسپاینال انجام بدهد یا حتی بریم به این سمت که آیوی سدیشن یا سایر موارد باشد، طبیعتا اینها قابل محاسبه نیست، چون پزشک معالج و بیهوشی دهنده هر دو یک نفرند. اما اگر که اقدامی رو برای بیمار انجام بده و 20% بی‌حسی رو برای بیمار درخواست بکنه، این مورد حتما قابل محاسبه و قابل پرداخته. متاسفانه برخی از همکاران و کارشناسان محترم در بیمه‌های پایه و تکمیلی این مورد رو در نظر نمیگیرن، یعنی تعاریف کد تعدیلی 46 کتاب ارزش نسبی رو، و میان و در این موارد در حقیقت 20% رو پرداخت نمی کنن که اشتباه هستش و حتما نیازمند داره که مذاکره بشه و تصحیح بشه. در خدمتون هستم. ممنون از پاسخ آقای دکتر مولازاده. ببخشید من میکروفونم بازه. خیلی ممنون آقای دکتر مولازاده. منتها قسمت بالای سوالم که من اونجا در واقع این 3 سوال بود. ما متخصصین بیهوشی داریم آقای دکتر که برونکوسکوپی میکنن یا کاتتر پلور میذارن یا PDT حتی میکنن یا اقدامات دیگری انجام میدن. البته حالا 2-3 جلسه قبل تو بحث دستورالعمل برونکوسکوپی آقای دکتر مولازاده به ما نشون دادن که در صورت نبود مثلا متخصص ریه، گوش و حلق و بینی یا فوق و فلوشیپ ICU، قدم بعدی فرد صاحب صلاحیت، حالا اینم تو دستورالعمل هست که خیلی هم عجیبه، فرد صاحب صلاحیت جراح عمومی هست که در نبود اونها در مراکزی که نیست میتونه انجام بده. حالا صرف نظر از این بحث دستورالعمل میخوام ببینم کدوم یک از این اقداماتی که من ذکر کردم اصلا بیمه ها به متخصص بیهوشی نمیدن ولی اون که انجام بده، یعنی جزو افراد صاحب صلاحیت توی اون دستورالعمل ها نیومده. تشکر. در مورد خدماتی که ذکر کردیم تقریبا عمده موارد در حیطه انجام توسط متخصصین محترم بیهوشی هست. بعضیش توی در حقیقت دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و درمان صراحتاً به عنوان فرد صاحب صلاحیت انجام خدمت همکاران محترم متخصص بیهوشی ذکر شدن، مثل برفرض برونکوسکوپی های تشخیصی. یا این که نه، جدای از اون ما موقعی که بررسی میکنیم میبینیم که در طی دوره آموزشی همکاران محترم متخصص بیهوشی این آیتم ها جزء مواردی بوده که در جمع سرفصل های آموزشی اونها قرار داشته.
بنابراین آیتم هایی که در یا صراحتاً بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و درمان صلاحیت شناخته شدن، قطعاً در حیطه اقدامشون هست و قابل پرداخته به عنوان انجام دهنده خدمت، یا مواردی که در حقیقت به عنوان این که علاوه بر سرفصل آموزشی در دستورالعمل وجود داشته، و حالت سوم هم خدماتی هستش که چون مشمول پزشکان عمومی می شود به طریق اولا به تمامی متخصصین هم قابل تعمیم است. مثلا اسپیرومتری رو پزشکان عمومی هم اسپیرومتری ساده رو اجازه دارن که انجام بدن. بنابراین به طریق اولا یک متخصص بیهوشی چون اول پزشک عمومی بوده و بعد هم تخصص بیهوشی گرفته، اگر اسپیرومتری ساده هم انجام بدهد قطعاً قابل محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. آقای دکتر مولازاده، ببخشید PDT، حالا من دستورالعملش رو نخوندم، اما PDT یه چیزیه که فکر میکنم تو افراد، حالا میگم اون چیزی که خوندم دقیقاً و تو جلسات قبلی یادم، حالا صدای من قطع شد اون قسمتش، شما خودتون تو جلسات قبلی توی دستورالعمل‌های برونکوسکوپی فرمودید و نشونم دادید، منم دستورالعملش رو رفتم بعداً دیدم که فرمودید که برونکوسکوپی از راه لوله تراشه یا ترک تو افراد صاحب صلاحیت در درجه اول گفتن که فلوشیپ یا فوق ICU، فوق تخصص ریه و متخصص ENT، اگر در مرکزی این افراد وجود نداشتن قدم بعدی جراح عمومی را صاحب صلاحیت دونسته و اصلا ذکری از متخصص بیهوشی نبرده و اتفاقا همونجا تاکید کردی که ولی متخصصان بیهوشی ما انجام میدن، ولی به هر حال این دستورالعملیه که متاسفانه موجوده. اما در واقع ما الان داریم مثلا توی مرکز خودمون متخصص جراح عمومی میاد مثل کنار دست همکار بیهوشی و همکار بیهوشی انجام میده. مثلا بگم با توجه به این دستورالعمل که هست که اینها میدونید به بیمه ها هم خودتون استادید، به بیمه هم همین ها ابلاغ میشه و اونا موظف اساس همین. میخوام ببینم در عمل آیا مثلا برونکوسکوپی از راه لوله تراشه یا تراشه آیا متخصص بیهوشی پرداختید هست در مورد PDT که حالا اونم من دستورالعملش رو ندیدم تا حالا، یا واقعا شما دیدید که آیا متخصص بیهوشی پرداخت بشه و بیمه ها با این قضیه مشکل نداشتن؟ من سوال که داشتم از آقای دکتر فاطمی هم از شما صراحتاً همین بود که آیا اینجور و چیزهای خاصی که ما بیشتر دیدیم متخصصای در واقع فلوشیپ یا فوق ICU انجام میدن، آیا اگر توسط متخصص بیهوشی که مهارت داشته باشه انجام بشه قابل پرداخت هست یا نه؟ طبیعتاً مواردی که دستورالعمل صراحت داره بر عدم پرداختش، بله اینجا خب ما به منع پرداخت میخوریم. موارد این چنینی رو در حقیقت بیمارستان ها به این شکل حل میکنن که میان برفرض از مهر یک متخصص جراحی عمومی استفاده میکنن با اطلاع خودش، اما در نهایت پرداخت به همکار محترم متخصص بیهوشی که انجام دهنده واقعی خدمت بوده در حقیقت صورت میگیره. اینها مواردی هست و اشکالاتی هستش که نیازمند این هست که در حقیقت انجمن‌های علمی تخصص‌های مربوطه برن و در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی صحبت بکنن با اداره کل تعرفه ها و بحث در حقیقت شورای عالی یه بیمه سلامت که این موارد اونجا اصلاح بشه. موارد این چنینی همیشه وجود داره. قبلا هم گفتم یکی از مشکلاتی که ما توی کشور داریم در بحث تعرفه ها یعنی انجمن‌های علمی دارن این استش که محدودن به 2 کمیته آموزشی و پژوهشی، اما سازمان‌های علمی خارج از کشور رو که نگاه میکنیم میبینیم
همه یک زیر مجموعه سومی دارن که اتفاقا از کمیته آموزشی و پژوهشی هم بیشتر بهش بها داده میشه و اصلی تر هست و اون هم کمیته جبران تعرفه ها و در حقیقت تعرفه گذاری خدمات اون رشته تخصص. با تشکر از توضیحات آقای دکتر، به عرضتون برسونم برای تاکید و تایید مطالب ایشون. دقیقا همینطور هست. بسیاری از موارد هستش که خیلی روشن و واضح نیست و قانونگذار و کسی که بیمه در واقع بیمه ها برای پرداختشون تا اونجا که تونستند روی این مسائل خیلی باز نشدند و یا پرداختی در نظر نگرفتن. مهمترین در واقع همون اصالت وجود کاری که انجام میگیره توسط متخصصین تو کوریکولوم آموزشیشون هستش و موارد به هر حال اونا به انجام میرسن. برای کاری که انجام میشه به هر حال تعرفه دیگه شه. خارج از اون کوریکولوم موظفش کاری رو انجام نمیده و بسیاری از موارد هستش که خب خیلی موارد هستش که خیلی به صورت شاخص و مبرهن وضع شده این در واقع نحو پرداخت بیمه ها، در صورتی که کار انجام میشه. در مورد برونکوپی کاملا همینطور هستش. برونکوسکوپی جزء کوریکولوم آموزش متخصصین بیهوشی هست و بهتر از هر کسی شاید این کار رو میتونن به انجام برسونن، ولی متاسفانه خب دیده نشده. ممنونم. خب خیلی ممنونم از همین. اگر آقای دکتر جوادی پور سوالی دارن همچنان در خدمت ایشون هستیم. خیلی ممنون. تو این مورد جوابای خوبی گرفتم. انشالله برای بعدی در خدمتون هستم اگر لازم شد. بله متشکرم از شما. آقای محمدی هم میکروفونتون رو باز کردید، اگر موردی دارید میتونید مطرح کنید. خب بسیار عالی. من برگردم سراغ مطالبی که دوستان حالا سوالاتی که توی چت پرسیدن، این سوالات رو اون دوستانی که آنلاین موندن همچنان سوالاتشون رو میخونم. گفتن با سلام خدمت جناب آقای دکتر، لطفاً در مورد ICU کلوز توضیح بفرمایید. نمیدونم حالا میشه مد نظرش اگر آقای دکتر بفرمایید اگر بخواید. خواهش میکنم. براتون برسونم در مورد ICU کلوز. در واقع چیزی که مطرح هستش وجود همکاران فلوشیپ یا فوق تخصص ICU هستش که اونها میتونن به عنوان پزشک معالج هم درمانهای مریض رو یا ادامه بدن یا بستریش رو ادامه بدن وقتی از سرویس مربوط خارج میشه. به هر حال تعریف به این صورت هست، فقط در نحوه مسئولیت ها در واقع تاکید شده و حضور فلوشیپ و فوق تخصص مربوطه. بله خیلی ممنونم. گفتن که با توجه به اینکه لوله گذاری درون تراکستومی 30% هتلینگ می باشد، آیا خدمت تراکستومی هم که لوله گذاری درون تراکه هست قابل پرداخت می باشد از سمت بیمه ها؟ این رو اگر آقای دکتر مولازاده میخوان پاسخ بدن.
آقای دکتر مولازاده، ما میکروفونتون باز هست اما صداتون رو نداریم، اگر خواهید پاسخ بدید. من سوال بعدی بفرمایید آقای دکتر، بفرمایید. حضورتون که در حقیقت تراکوستومی قطعا در صورت که انجام بشود به طور جداگانه بر اساس کد مربوطه در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت قابل محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. بله متشکرم. سوال بعدی رو میخونم. البته چند نفر از دوستان آفلاین شدن که من اون سوالاتی که آنلاین هستن مطرح میکنم. گفتن که ممنون از توضیحات خوب دکتر فاطمی در مورد معاینه لگن زیر بیهوشی و ذایقه‌های طبیعی که با BSC اسپاینال انجام میشه. بیمه سلامت قسمت بیهوشی رو کسور میزنه. این مورد رو چطور پیگیری کنیم؟ آیا برخورد بیمه در اینجا درست هست یا؟ به عرضتون برسونم در مورد زایمان بدون درد که مطرح کردن، حالا دو تا مسئله متفاوت رو اعلام کردن. یکی معاینه زیر بیهوشی هستش که خب معاینه زیر بیهوشی قاعدتا باید پرداخت بشه. چیزی بوده که از قبل هم بوده و در این مورد مشکلی قاعدتا نبوده. اما در مورد در واقع زایمان بدون درد که مطرح کردن با اسپاینال، ببینین معمولا زایمان تعریفی که کتاب میکنه و چون مداومت کار برای ما اهمیت داره، زایمان بدون درد درست و کلاسیک کاری هستش که باید با اپیدورال انجام بشه و کاتتر گذاری انجام بشه که بتونیم در زمانی که پروسه زایمان میخواد در واقع پیشرفت بکنه، ما اون مداومت بیدردی رو بتونیم برای بیمار ایجاد بکنیم. در مورد اسپاینال بله، با اون هم قابل انجام هستش ولی معمول نیست. در موارد خاصی ما تصمیم میگیریم که بیمار رو اسپاینال بکنیم و زایمان بدون درد رو با اسپاینال ادامه بدیم. البته بیمه ها باید این اعتماد رو داشته باشن به همکاران ما که در واقع پرداختی رو با توجه به مسئولیت و شرایط سنگینی که در واقع برای یه پروسه زایمان وجود داره انجام بدن که در واقع بتونیم زایمان بدون درد رو هرچی بیشتر بتونیم گسترش بدیم توی کشور. به هر حال همونجور که آقای عزیز در واقع اعلام کردن، نیازمند این هستش که گروه‌های تخصصی و انجمن‌های علمی در واقع یه ارتباط قوی‌تر و بیشتری در رابطه با این تعرفه گذاری‌ها با حالا اون قسمت هایی که مسئول هستن در تعرفه گذاری در واقع جلساتی بذارن و بتونن این قضیه رو بهتر حل بکنن، ولی قاعدتا قابل پرداخت باید باشه. خب خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم. خانم سیده حمیده سجادی، میکروفونتون چند بار باز شده، اگر لطف کنید که این رو کنترل کنید وگرنه مجبور میشیم که دسترسیتون رو ببندیم وبینار حذفتون کنیم. خب سوال بعدی گفتن که سلام وقت بخیر، در مرکز ما علاوه بر بیهوشی عمومی کد 600 985 برای بعضی از بیماران به اسم پزشکی بیهوشی درخواست میشه ولی بیمه ها پرداخت نمی کنن. شرایط در تعهد بودن کد مذکور چیه؟ حالا من کنم و عنوانش رو خدمتتون عرض کنم. کد 600 985 کد تزریق منفرد هست به جز موارد نورولیتیک با یا بدون ماده حاجه، با مواد تشخیصی یا درمانی شامل داروی BSC، ضد اسپاسم، داروی مخدر، استروئید، ترکیبات دیگر، اپیدورال یا ساب آراکنوئید یا توراسیک یا کمری یا ساکرال. این کد حالا توضیحات خاصی هم یه توضیحات بلند بالایی هم داره.
اگر این دوستمون این سوال کد رو توی نرم افزار ارزش نسبی یه دور مطالعه کنن، تمام توضیحات مربوط به این کد رو گفته. حالا اگر آقای دکتر فاطمی نکته‌ای مد نظرشون هم میخوان اضافه کنن هم در خدمتشون هستیم. خواهش میکنم. براتون بسیار من حالا دقیقاً این کد خاطرم نیست، ولی فکر میکنم در رابطه با در واقع مواردی هستش که برای نورالژی ها در واقع ما میایم از تزریق برای یک ناحیه یا یک قسمت حالا به شکل‌های مختلف ممکنه استفاده بکنیم که تو حیطه همکاران که هستش که کار درد رو انجام میدن، کار کنترل درد رو انجام میدن. فکر میکنم همون توضیحات کفایت بکنه و چیزی خارج از اون مطلب نیست. منتها میگم اگر کسی کار در واقع انجام میده، مستندات مربوطه رو باید برای بیمه ها به صورت شفاف ارائه بده که بعضا همکاران بیمه ما خیلی در رابطه با اون کاری که انجام میشه شناخت و آشنایی ممکنه نداشته باشن و شاید کسورات و عدم پرداختی که صورت میگیره به دلیل همون ناآشنایی هستش. به خاطر همین حالا این ارتباطی که خصوصا شما عزیزان فراهم کردین برای روشن شدن خیلی از این مطالب کمک میکنه که خب بهتر کار همکاران متخصص شناخته بشه و تو پرداختی ها و در واقع کدهایی که زده میشه پرداخت ها در واقع حق و زحمه دوستان پرداخت بشه توسط بیمه ها. سپاسگزارم. البته اگر مشخصات کد 600 985 رو مطالعه کنن اطلاعات تکمیلی بیشتری هم به دست خواهند آورد. سوال بعدی گفتن که آیا دستورالعمل ICU کلوز از وزارت ابلاغ شده؟ اگر این رو آقای دکتر فاطمی، آقای دکتر مولازاده. من متاسفانه ندیدم، نمیدونم، اطلاعی ندارم. شاید آقای دکتر مولازاده بیشتر در جریان باشن. حضورتون عرضم که اولا در مورد سوال قبلی در حقیقت این کد 600 985 کد تزریق کودال هستش و یا سایر نواحی زمانی هست که تزریق در حقیقت تزریق هست. ما تزریقات مختلفی رو داریم، بعضی اوقات که در حقیقت ترانسفورامینال هستن، یعنی از پهلو در ناحیه ستون فقرات از اون سوراخ بین مهره‌ای در حقیقت سوزن وارد میشه و تزریق صورت میگیره. ما یک فضایی هم مستقیما از پشت داریم، یعنی در حقیقت فاصله دو مهره زمانی که زیر در اسپاینوس پروسس مهره باز هم یک فضایی هست که میشه سوزن وارد بشه و یک تزریقی در حقیقت بیرون از پرده های پوشاننده نخاع، یعنی توی فضای اپیدورال صورت بگیره. طبیعتاً اگر که این تزریق منفرد باشد، یعنی یک سوزن بره و این تزریق رو انجام بده، کد 600 985 قابل محاسبه است. زمانی که بیمار داره برای جراحی، مثلا برای یک جراحی داره برای بیمار بیهوشی صورت میگیره، طبیعی هستش که این کد 600 985 با بیهوشی نمیتونه که قابل محاسبه و قابل پرداخت باشه. اما اگر که به طور جداگانه‌ای در حقیقت متخصص محترم بیهوشی یا فلوشیپ در حقیقت درد این خدمت رو انجام بدهد، طبیعتاً این کد به علاوه 20% بی‌حسی موضعیش میتونه که قابل محاسبه و قابل پرداخت باشه. در مورد ICU کلوز در حقیقت مهمترین نکته‌ای که وجود داره مصوبه شورای عالی بیمه سلامت هستش در مورد این که ویزیت فلوشیپ و یا فوق تخصص ICU علاوه بر اون بحث مقیمیش در کلوز ICU قابل محاسبه و قابل پرداخت. برای تکمیل صحبت‌های آقای دکتر مولازاده خدمتتون عرض کنم در مورد کودال که فرمودین. من یه نکته خدمتتون عرض بکنم.
در مورد این مواردی که تو این کد هستش، ببینید ما یه زمانی هستش که در واقع برای کارهای درد میایم در واقع این کار رو انجام میدیم با عنوان در واقع تک تزریق یا مجموعه ای از اینها در نظر میگیریم. یه زمانی هستش که کنار کار بیهوشیمون میخوایم این کار رو انجام بدیم. نمونهش رو خدمتتون عرض میکنم در مورد کودال که فرمودین. کودال ما معمولا برای بچه‌ها استفاده میکنیم تو اعمالی که در واقع بی‌حسی زیر ناف به در واقع لازم باشه، مثل انواع فتق و اعمال اورولوژی که در رابطه با بچه‌ها داریم. منتها بچه‌ها چون امکان همکاریشون وجود نداره، کنار این بی‌حسی ضرورت پیدا میکنه که ما به بچه دارو بزنیم، یا سدیتش بکنیم، یا سدیت عمیقش بکنیم، یا حتی بیهوشش بکنیم. یعنی برای ما مثل در واقع یه تیر دوگانه هستش، هم برای ما بی‌حسی ایجاد میکنه، یعنی شرایط عمل فراهم میکنه، هم میتونه بی‌دردی برای ما ایجاد بکنه، هم میتونه در واقع از دوز یه سری داروهامون با توجه به شرایط بیمارمون کم بکنه. به خاطر همین توی شرایط خاص و بیماران مختلف و جراحی مختلف در مورد یه بیمار 3-4 ساله که فتق اینگوینال داشت، خب هم کودالش کرده بودیم، هم بیهوشی عمومی در واقع گرفته بود. بعد در واقع بیمه اومده بود کد زده بود برای داروهای بیهوشیش و همه اونها رو حذف کرده بود. ببینید یه سری موارد این چنینی هستش نیازمند تعامل بین باز گروه‌های علمی و بیمه هستش و توضیحات ما میتونه همکارای بیمه رو راهنمایی بکنه برای پرداخت هر چیزی بیشتر در واقع حق و زحمه کاران متخصص بیهوشی. ممنونم. بله، ما هم از شما ممنونیم. مورد بعدی رو میخونم. گفتن که لطفاً در رابطه با بیهوشی مک توضیح فرمایید. عرضتون برسونم در مورد مانیتور آنستزیکر یا مراقبت بیهوشی مانیتورینگ در واقع به این صورت باید توضیح بدم که اولین بار در مورد مواردی این توضیح داده شد که بیماران ما آیسا کلاس 3 و 4 بودن، یا به عبارتی بخوام توضیح بدم بیمارانی بودن که بیماری‌های زمینه‌ای داشتن که به خاطر بیماری زمینه‌ایشون لازم بود که مراقبت و مانیتورینگ و به خاطر همین دقیقاً آنستزیکی رو معادل یک بیهوشی کامل در واقع در نظر می گرفتن و حق و زحمش معادل همون پرداخت می شد. نمونهش بیماران چشمی هستن که مریضای مسنی هستن که مشکلات متعددی دارن، به هر حال ما میتونیم برای اونها اینو در بگیریم. یا مثلا مریضی که با تامپونات میاد، ممکنه ما اصلا کار خاصی براشون انجام ندیم جز در واقع مراقبت‌های پایه بیهوشی و مانیتورینگ بیمار. با توجه به شرایطی که هستش در واقع ما اون کار رو انجام میدم. نماز مریض ریکاور من بشید عذر میخوام. شما عذر میخوام آقای دکتر، در محل کارتون شیفت کارتون. بله من عذر میخوام. خواهش میکنم. به عرضتون برسونم که در واقع مک یا مانیتور آنستزیکر در این موارد بیشتر اطلاق میشد. اما اگر کلا با توجه به وظیفه متخصص بیهوشی در جهت سلامتی بیمار، هر بیماری به هر شکلی، هر پروسیجری براش انجام میشه و در واقع یا دارویی میگیره نیازمند مراقبت هست. این مراقبت توسط چه کسی انجام میشه؟ توسط گروه بیهوشی انجام میشه و ما در مورد خیلی از بیماران، خصوصا بیمارانی که بیماری های زمینه‌ای دارن که نیازمند مراقبت بیشتر هستن، این مانیتور آنستزیکی رو میتونیم در نظر بگیریم. آیدتون ملازده هم اگر توضیح دارم بفرمایید، من ممنون میشم.
من خواهش میکنم تمام موارد رو در حقیقت فرمودین آقای دکتر و چه اضافه فکر میکنم که وجود داشته باشه که بنده بخوام خدمتتون عرض کنم. ممنون. خب خیلی ممنونم. مورد بعدی رو میخونم. گفتن که کدهای بیدردی ضوابط بیمه‌ای داره که اگر بیمار منحصراً برای تزریق بیدردی بستری بشن بیمه پرداخت نمی‌کنه. اگر با اندیکاسیون دیگر بستری شود بیدردی پرداخت می‌شود. این نکته تکمیلی بود که آقای علوی توی چت دادن. مورد بعدی گفتن بیمه ها برای درد پرداختی ندارن حتی با اینکه دستورالعمل داره. چه راهکاری میدونید؟ چه راهکاری میدید؟ من متوجه نشدم چیه در صداقت شد. گفتن بیمه ها برای پمپ درد پرداختی ندارن با وجود اینکه این خدمت عمل هم داره. چه راهکاری برای؟ ببینین پمپ درد من حالا خودم رو بدم که چون تو کتاب‌های در واقع کنترل درد و کتاب‌های پین هم ما اینو داریم. وقتی مریض رو قراره که براش یه خدمتی عرضه بکنیم در کنارش مراقبتش هم انجام بشه. همکاران ما بهترین کار برای اینکه بتونن در واقع این پرداختی داشته باشن این هستش که باز انجمن‌های علمی تخصصی با بیمه‌ها نشست‌هایی داشته باشن که بتونن به نتیجه برسن. در ضمن من متخصص بیهوشی اگر قراره برای مریض پمپ درد بذارم قاعدتاً مراقبت‌های بعدش را هم باید در نظر بگیرم. به خاطر همین باید برگه‌هایی در پرونده بیماران وجود داشته باشه به عنوان شیت کنترل درد اسکور بندی بشه و نرسی وجود داشته باشه که در واقع درد مریض رو چارت بکنه توی اون برگه و داروی دریافتیش رو کنترل بکنه. به این شرط من خودم فکر میکنم که منطقی هستش و باید پرداخت بشه توسط بیمه. اما مثلا اینکه حالا پمپ گذاشته میشه با اینکه مسئولیت اون پمپ با ما هستش یه مقدار کار ناپخته هستش. یعنی به نظر من همکارای بیهوشی ما کار رو باید پخته بکنن. همکاریم هم اگر این کار پخته بشه و ارائه بشه بهشون قطعا اونها هم بابت خدمتی که عرضه میشه پرداختشون رو راحت تر انجام میشن. الان خب تو چالشی هستش که خب بیمه ها ممکنه پرداخت نکنن و به شکل دیگه حالا این جریان دریافتی و پرداختی بابت پمپ درد تو بیمارستان‌های مختلف شکل‌های مختلفی داشته باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر ملازاده شما میکروفونتون رو باز کرده بودید. می‌خواستید چیزی اضافه کنید؟ نه من میکروفونم باز بود در حقیقت. متشکرم. گفتن که یه سوالی پرسیدن یکی از دوستان هم جواب دادن حیفم میاد اینو نخونم. گفتن اگه جراحی بس انتوباسیون بیمار عمل رو کنسل کنه و هیچ عملی انجام نشه بیهوشی میتونه کد انتوباسیون اورژانس رو در پرونده بیمار بنویسه؟ بیمه پرداخت میکنه این رو؟ قاعدتاً باید بیمه پرداخت بکنه اون قسمت رو به خاطر اینکه همکار متخصص بیهوشی ما بالاخره یک کار بیمار انجام داده. درسته که جراحی بیمار انجام نشده ولی بیمار دارو گرفته اون ریسک رو تقبل کرده بابت در واقع اینداکشن بیهوشی و لوله گذاری انجام شده و حالا تازه احتمالا کلی هم بالا سر مریض ایستاده تا بیدار شه مریض رو به ریکاوری منتقل بشه. برای ما عین یه جراحی میمونه، حالا یه جراحی مینیمال در واقع. اما نمیدونم، من خودم اطلاع دقیق ندارم واقعا بیمه پرداخت میکنن یا نه، ولی قاعدتا باید پرداخت بشه به نظر من. بله خیلی ممنونم. در رابطه با این سوالی که باید خدمتتون عرض بکنم، این توضیح رو در حقیقت ما تو کتاب اصلی خارجی داریم. چنانچه این اتفاق بیفته و این ناشی از موارد پیش بینی نشده باشه، یعنی اینکه بیمار درست سلکت شده برای جراحی قبل از جراحی
شرایطش بررسی شده و مناسب عمل جراحی بوده. اتفاق ناگهانی ادامه عمل جراحی یا حتی شروعش رو متوقف کرده. طبیعتاً در این حالت تا هر جایی از بیهوشی پیش رفته باشه بر مبنای کد پایه بیهوشی زمان و تعدیلات مربوطش قابل محاسبه و قابل پرداخته و بیمه ها میبایست که پرداخت رو داشته باشه. ممنون آقای دکتر. آقای دکتر. خب آقای دکتر جوادی پور ظاهراً میکروفونشون رو باز کردن یکی دو بار ولی صحبت نکردن. اگر موردی داریم بفرمایید آقای دکتر. بله خیلی ممنون. دو سه تا مطلب هست حالا اینجا من مطرح کنم از استفاده کنیم. من خودم برام سواله. ببینید آقای دکتر فاطمی، آقای دکتر مولازاده، ما اوقات بلاک های انجام میدیم جز بیهوشیه و واقعا اصل ماجرا اون بیهوشیه که در واقع خاطر بیهوشی انجام میشه. مثلا بلوک آگزیلاری، مثلا بیلاک که مثلا ما تو مرکزمون زیاد انجام میدیم. حالا بلوک های سبکتری هم هست مثلا بلوک فصل دیجیتال بلک. حالا من دیجیتال بلک کار ندارم، اما مثلا بلوک آگزیلاری یا در واقع بیر بلاک نگرانی دارم که بیمه آیا مثلا این که ما صرفا تو برگه بیهوشی می نویسیم مثلا بیر بلاک، آیا خب یه سدیشن کنارش به بیمار میدیم، یه دارو لیکن میدیم، بیمار بیهوش جنرال میشه، اینا رو آیا بیمه معادل سدیشن حساب میکنه یا اینکه نه قاعدتا من برداشتم اینه که اینا رو باید یه چون نوعی از بیهوشی هستش باید معادل بیهوشی حساب بکنه، کلیه کدهای تعدیلی رو بده، نه مثل مک و سدیشن فقط کد پایه جراحی علاوه زمان و دیگه مثلا قابلی فرض کنید یا چیزهای دیگر رو نده. میخوام ببینم برای این قضیه واقعا بیمه ها چطور برخورد میکنن و آیا کاری لازم هست انجام بشه تو این زمینه؟ اگر چیزی هست راهنمایی بفرمایید. ضمن این که یه نکته که آقای دکتر فاطمی گفتن واقعا اینم یکی از اون چیزهای خیلی عجیبه. ببینید مثال خوبی زدن، یک بچه مثلا 3 ساله میخواد فرموینالش عمل بشه، بیهوشی جنرال میگیره، بعد برای درد بعد از عمل کدال میشه، بعد میاد بیمه فقط اون کدال رو در نظر میگیره، یعنی انگار یه اصلا کلا ماجرا عوض میشه. برای اینها هم طبق تجربه شما دارید واقعا بیمه ها چطور عمل میکنن؟ آیا بلا انجام دادن و کمک به بیمار باعث میشه که اون حق متوسط ضایع بشه؟ خیلی ممنون. حالا من سوالای دیگه دارم بعد ادامه خدمتتون هست. ممنون از آقای دکتر جوادی. به عرضتون برسونم در مورد نحوه محاسبه ارزش حق و زحمت بیهوشی، ارزش تام بیهوشی در رابطه با روش انتخاب روش بیهوشی خب چیزی عنوان نشده. شما در واقع پایه رو بر اساس نوع عمل جراحی در نظر گرفتن و زمان و حالا سایر مطالب. به خاطر همین شما هر کاری که برای بیمار میخواین انجام بدین با هر شکلش، از مانیتور آنستزی کیر تا آی وی سدیشن تا رژیونال آنستزیا و بیهسی های حتی موضعی که به هر حال ما اینا رو کنار همدیگه داریم و خودتون مستحضر هستین، ما بلوک های موضعی رو هم حتما کنارش درست هستش که سدیشن به مریض بدیم به خاطر راحت تر بودن بیمار و فراهم کردن شرایط بهتر برای بیمار تا خود بیهوشی عمومی که حالا به هر حال برای همه آشنا هستش. یه زمانی سالهای گذشته ممکن بود به خاطر عدم آشنایی همکارانی که با بیمه ها همکاری میکنن و ارزیابی میکنن در واقع پرونده ها رو، این داستان باشه که به خاطر عدم آشنایی کسوراتی زده بشه یا یه مقدار تو این رابطه کاستی هایی وجود داشته باشه در رابطه با پرداخت های بیمه. اما در مورد الان من فکر میکنم با کارهایی که صورت گرفته مثل وجود همین گروه خوب این آشنایی بیشتر هستش و پرداخت های بیمه ها هم متناسب با در واقع
روش‌های علمی‌تر و آگاهی‌های بیشتر صورت می‌پذیره، ولی تفاوتی نمی‌کنه نوع روشی که شما در رابطه با بیهوشی در نظر می‌گیرین از رژیونال تا سایر روش‌ها برای در واقع بیمه‌ها کاملا قابل پرداخت باید باشه. آقای دکتر ولی ببخشید من ولی خب به هر حال ببینید تاکید داره اون تو بحث کدای تعدیلی که اگر بیمار از روش یا سدیشن، خب البته این سدیشن با اون چیزی که در کتاب ما اومده تفاوت داره، ولی به هر حال اون قانونی که وجود داره سدیشن یا مک استفاده میشه یا در مورد اون کدهایی که صفر هستش تو کتاب و بعد خب وقتی چون صفر هست حالا اومده با بیهوشی انجام میشه، اونها هم باز دوباره تاکید شده که اینها فقط زمان را میگیرن و سایر کدهای تعدیلی رو نمیگیرن. بیشتر سوال من از این جهت بود که تو این موارد واقعا اشتباه میشه. به نظر من اگر ما خوب مستندسازی نکنیم قطعا اونا در واقع بیمه‌ها سدیشن در نظر میگیرن و دیگه سایر کدها رو نمیدن. حالا باز من تجربه ندارم، من هیچ موقع تا حالا یه کارشناس بیمه رو از نزدیک ندیدم، فقط یکی دور باش تلفنی صحبت کردم. خیلی ممنون، تشکر. موردی خدمتتون عرض می‌کنم در خدمتتونم. خواهش می‌کنم بفرمایید جناب دکتر. من خواهش می‌کنم شما بفرمایید. نه موردی نیستش، منتها این فرمایش آقای دکتر کاملا متین هستش. همین طرز برای همکاری متخصص بیهوشی هستش که سدیشن ها رو پرداخت و در واقع نکنن همکاری که بیمار رو در واقع ارزیابی میکنن. در مورد بحث در حقیقت کدهای تعدیلی بیهوشی توی کد 42 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، کد تعدیلی 42 قسمت آخرش صراحت داره، میگه که اگر بیهوشی ما روشمون استند باشد و یا آی وی سدیشن باشد در حقیقت کدهای تعدیلی تعلق نمیگیره، اما طبیعتا هر روش دیگری بیهوشی صورت بگیره، بلوک های ناحیه‌ای باشد یا اسپاینال باشه یا هر حالت دیگری، طبیعتا کدهای تعدیلی قابل محاسبه و قابل پرداخت هستند و همینطور اگر که برای یک خدمتی ارزش بیهوشی در نظر گرفته نشده باشد و بعد این خدمت محاسبه بشه. بعد یه نکته‌ای در حقیقت وجود داره، این هستش که عدم پرداخت بلوک‌های عصبی همزمان با هر یک از روش‌های بیهوشی از جمله آی وی سدیشن برمیگرده باز به کتاب اصلی کالیفرنیا، به کتاب اصلی در حقیقت انجمن پزشکی امریکن پروسیجرال ترمینولوژی که اونجا در حقیقت به صراحت گفته که زمانی که بیمار بیهوشی داره براش صورت میگیره، چنانچه هر بلوک عصبی هم همزمان با بیهوشی در حقیقت اتفاق بیفته برای بیمار قابل محاسبه و قابل پرداخت نخواهد بود. طبیعتا اون متن اون را هنوز این طرف داره، اما به نظر من این هم جزء آیتم هایی هستش که کاملا قابل نگوشیت کردن و قابل صحبت هست از طرف انجمن علمی متخصصین محترم بیهوشی با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی شورای بیمه. خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون. خیلی ممنونم از آقای دکتر مولازاده عزیز، همینطور از آقای دکتر فاطمی. ادامه سوالاتی که مطرح کردن رو من با اجازه شما میخونم. یه سوالی پرسیدن، گفتن که این زمان، حالا بذارید سوال خودشون رو بخونم. گفتن چرا بیمار در خصوص اورژانسی رو نمیدن؟ هر چی دلیل میارن میگن باید با زمان اورژانس فاصله نداشته باشه، بیمار باید تشکیل پرونده بده. سوال من این چه فاصله زمانی بین عمل و ورود بیمار باید باشه که این عمل اورژانسی محاسبه بشه؟
دکتر خود عذر میخوام، من صدا قطع و وصل شد، متوجه نشدم. اگر مجددا مطرح میکروفونتون رو کنترل کنید. آقای دکتر فاطمی عزیز گفتن که بله گفتن که در خصوص کد اورژانسی گفتن که چه فاصله‌ای باید بین زمان عمل و ورود بیمار باشه که این عمل اورژانسی محاسبه بشه. چیزی که بیمه در نظر میگیره یه مسئله هستش که حالا با هماهنگی با در واقع انجمن‌های تخصصی هست، اما به طور کلی من خدمتتون عرض بکنم ما دو نوع عمل، یه عمل در واقع ارجنت هستش و یه ارجنت هست که ما چون در لغت فارسی در واقع برای این موضوع همه موارد رو اورژانس در نظر میگیریم، هم برای بیمه ها این در واقع سال هست هم میان کسورات میزنن و حق الزحمه‌ای که بابت کد تعدیلی پرداخت میشه خب پرداخت نمیشه. ببینید ما از یه طرف ما یه مریض سزارین اورژانس واقعیش فقط موارد خیلی خاص هستش، اگر به اون شکل باشه خب ممکنه پرداختی صورت نگیره، ولی خیلی از موارد هستش که هست به صورت در واقع ایمرجنت مریض وارد بشه و ختم حاملگی داده بشه یا عملهای مثل آپاندیسیت، اما یک زمانی رو براش در نظر میگیرن که میتونه در واقع اون زمان مشخص کننده باشه که حالا این عمل به صورت اورژانس هست یا نه. من فکر میکنم باز این مستلزم این هستش که کلیه مواردی که بیمارانی که تو دوده اورژانس در واقع تعلق میگیرن یه بازنگری توش صرف زمن و خروج مریض یا چیز نباشه، تشخیص مهم هستش. ما یه وقت هستش بیماری رو مجبوریم ارجنت به اتاق عمل منتقل کنیم و جراحی براش صورت پذیره، یه وقت هستش ایمرجنت هست، یعنی ما یه چند ساعتی فرصت داریم. به هر حال من فکر میکنم هیچ متخصص جراحی و هیچ متخصص بیهوشی تو زمانی که در واقع فعالیت الکتیو وجود نداره، مثلا از ساعت 9 شب به اون سمت، نصف شب، بابت مریض جراحی الکتیو به هیچ عنوان مراجعه نمیکنه داخل اتاق عمل و قطعا مواردی که به این چنین هستش موارد حتما اورژانسی هستش. در مواردی که طول ساعت هم قرار طول ساعت شبانه روز هم هستش، به هر حال مشخص کننده اورژانس بودن بیمار نوع بیماری و نوع جراحی هستش که مشخص کننده اون هست. ساعت خیلی میانگین خوبی برای ما به نظر من نیستش و بیمه ها باید به این نکته حتما توجه بکنن. ممنونم. یه موردی خدمتتون عرض بکنم، همونطور که آقای فاطمی فرمودن، بحث این هستش که ما معادل فارسی برای امرجنت نداریم و ارجنت هم طبیعتاً تعریفش خیلی واضح نشده، اما اگر که این اورژانسی رو که ما در کتاب داریم رو در نظر بگیریم، طبیعتاً امرجنت زمانی هستش که حیات بیمار یا حیات یک اندام بیمار چنانچه بیش از 6 ساعت بهش رسیدگی نشه در حقیقت به خطر بیفته. بنابراین این بحث امرجنت هست. اگر که بیش از بین 6 بر حسب رفرنس های مختلف 6 تا 12 یا 6 حتی تا 24 ساعت طول بکشد، بحث ارجنت اینجا مطرح میشه. بنابراین اگر ما تعریف دوم رو بهش کار نداشته باشیم، چنانچه از زمان ورود بیمار به بیمارستان بیمار در حقیقت در حد اکثر زمانی 6 ساعت در حقیقت بره به اتاق عمل و بیهوش بشه، قطعاً بحث این کد تعدیلی براش قابل محاسبه و قابل پرداخت هست. در مورد اینکه تا 12 یا 24 بخوایم این عدد رو اضافه بکنیم، این نیازمند این هستش که به نظرم صحبت بشه و اون عدد کاملا تعیین تکلیف بعدی بشود.
برای تا 6 ساعت قطعاً این مورد قابل محاسبه است، چون تعریف امرجنسی تعریف تقریباً 6 ساعت از طرف همه براش پذیرفته شده است. نکته بعدی که در حقیقت وجود دارد این استش که خیلی اوقات بیمار ممکنه که از قبل در بیمارستان بستری شده باشد و بعد حین بستری دچار یک مشکل بشه که نیازمند این باشه که مجدداً و سریعاً برگرده به اتاق عمل. طبیعتاً در اینجا هم این مسئله مطرحه. شما در نظر بگیرید که بیمار CABG میکنه و میره برفرض توی ICU دچار خونریزی در پریکاردش میشه و بلافاصله منتقل میشه میره اتاق عمل. طبیعتاً اینجا یک مسئله کاملاً امرجنت رخ داده و قطعاً کد تعدیلی بیهوشی شرایط اورژانس برای بیمار قابل محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود، چون اگر بیش از 6 ساعت به این مشکل رسیدگی نشه خب قطعاً خطر خیلی جدی برای بیمار اتفاق خواهد افتاد. خب خیلی ممنونم. من اگر بهم اجازه بدید سوال بعدی رو میخونم. گفتن که وقتتون بخیر، در مورد کد 46 بیمه میگه که اگه کد جراحی که زده میشه پایه بیهوشیش 0 باشه اون 20% به جراح تعلق. آیا این حرف درسته؟ قطعا نمیتونه. آیدی شفاطمی بفرمایید شما، من بعدا نخواهش میکنم بفرمایید. من سوال اصلا متوجه نشدم. در مورد تعدیلی 20% سوال بود. کد تعدیلی کتاب ارزش نسبی خیلی واضح هست در این بخش. میگه که پزشک معالج چنانچه شخصاً بیاد برای انجام عملی که معمولاً تحت بیهوشی عمومی یا نخاعی انجام نمی شود، یعنی جمله کاملا واضحه، اگر که از BSc عمومی استفاده بکنه طبیعتاً 20% قابل محاسبه است. بنابراین کدهایی در کتاب به طور معمول پایه بیهوشی 0 دارن که براشون بیهوشی عمومی یا اسپاینال انجام نمیشه و چنانچه براشون BSc موضعی لوکال انستزیا استفاده بشود قطعاً 20% قابل محاسبه و پرداخت. بله کاملا درسته. ممنون از توضیحاتتون. خیلی متشکرم. گفتن که تعدیلی پوزیشن رو بیشتر وقتا پرداخت نمی‌کنن. لطفاً در این مورد هم راهنمایی کنید، ممنون میشم. به عرضتون برسونم خب پوزیشن جز کدهای تعدیلی هستش، قاعدتا با توجه به ریسکی که اضافه میکنه برای آسیب رساندن به مریض و نیازمند بودن به مراقبت بیشتر برای پوزیشن های مختلفی که حین جراحی نیاز میشه به بیمار داده بشه. خب کدی در نظر گرفتن که در واقع این مسئله توش دیده بشه و قاعدتا قابل پرداخت هستشون. به هر حال جزء تعدیلاتی هستش که توی نحوه محاسبه ارزش تام بیهوشی ذکر شده. بله خیلی ممنونم. گفتن که جناب مهندس افسونی نیستم، افزونی هستم. علت عدم پرداخت پمپ درد عدم اعلام گایدلاین وزارت محترم بهداشت بر اساس کد 43 هست. ما یک شب فکر میکنم یکی از جلسات شب‌های درآمد یا حتی 2 بار فکر میکنم که گایدلاین کد تعدیلی 43 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت رو در مورد بحث مدیریت درد خدمت دوستان ارائه
کردیم این گایدلاین و دستورالعمل وجود داره و میشه بهش مراجعه کرد. خیلی ممنونم آقای دکتر، نکته ظریفی رو گفتید. گفتن که کد تعدیلی 38 برای بیهوشی در جراحی اعصاب اغلب توسط بیمه‌ها کسب میشه. آیا قابل پیگیری هست؟ کد 38 هم توضیحش بیهوشی پیچیده به وسیله استفاده از هیپوتانسیون هست. در چنین مواردی معادل 3 واحد به ارزش نسبی پای بیهوشی اضافه می‌شود. به عرضتون برسونم در مورد هیپوتانسیون کنترل، مواردی که در واقع ما حین جراحی نیاز داریم که فشار مریض رو پایین بیاریم برای ایجاد شرایط بهتر جراحی و یا جلوگیری از عوارض ناخواسته یه سری از وضعیت هایی که خب ممکنه حین عمل داشته باشیم، این کد اعلام میشه و به هر حال توسط بیمه هم قابل پرداخت حتما خواهد بودش. منتها مواردی که در واقع تعلق میگیره به صورت عمده و خاص که شاید به صورت عموم توی بیمارستان های مختلف ما به صورت روتین استفاده بشه، بیشتر در مورد جراحی های گوش و حلق و بینی هستش، مثل رینوپلاستی، تیمپانوماستوئید و حالا جراحی های فک که لازم هستش یه مقدار ما فشار رو پایین بیاریم به خاطر اینکه خونریزی بیمار کمتر بشه، شرایط بهتری برای جراحی فراهم بشه و دید جراح نسبت به کار جراحی که انجام میده مناسب تر باشه. به هر حال تمام مواردی که هستش با توجه به نوع عمل جراحی قابل پرداخت خواهد بود توسط بیمه. بله سپاسگزارم. چند مورد دیگه رو هم حالا دوستان خودشون به سوالات همدیگه پاسخ دادن، من اینها رو رد میشم. گفتن که علت عدم پرداخت رو گفتن برای پوزیشن عنوان میکنن که لازم جراحی مثلا جراحی ستون مهره دمر خوابیدن بیمار هست و در بیهوشی پایه در نظر گرفته شده، فقط در شرایطی که اگه در پوزیشن غیر معمول اون عمل باشه پرداخت میشه. اینو من متوجه نشدم، شاید آقای دکتر ملازمی بتونن پاسخ دقیق‌تر بدن. تغییر پوزیشن بیمار برای ایجاد شرایط جراحی به هر شکلی میتونه هم ایجاد عوارضی بکنه و بیهوشی ما رو دچار چالش بکنه. به خاطر همین هر تغییر پوزیشنی خارج از در واقع سوپاین یا به پشت خانه مشمول تعلق این حق و زحمه برای همکاران متخصص بیهوشی خواهد بود، صرف چیزی که فرمودن نیستش. حضورتون عرضم که همونطور که آقای فاطمیان فرمودن کد تعدیلی 32 باز هم خیلی تا حد زیادی تکلیف رو مشخص کرده، یعنی گفته اگر وضعیت قرارگیری بیمار در حقیقت بحث پرون باشه یا بحث دکوبیتوس باشه یعنی به پهلو باشه یا سمی سیتینگ و نیمه نشسته باشه یا لیتوتومی باشد، در حقیقت این چهارتا که کاملا تکلیفش مشخصه، یعنی اینکه هر کدوم از این پوزیشن ها رو بیمار داشته باشه قطعا کد تعدیلی وضعیت قابل محاسبه است. تنها نکته ای که روش ابهام وجود داره در کد تعدیلی 32 کتاب ارزش نسبی، دوری از موضع جراحی، در حقیقت این یه مقدار مصادیقش مشخص نیست که البته بیشتر در جراحی های بحث جراحی های فک و صورت به نظر میرسه این مورد قابل طرح هست، اما در چنانچه بیمار هر یک از پوزیشن های پرون، دکوبیتوس یا سمی سیتینگ یا لیتوتومی رو داشته باشه قطعاً بیمه‌گران موظف هستند که کد تعدیلی 32 رو محاسبه و پرداخت بکنن و این استدلال که
در ارزش پایه بیهوشی عمل مربوطه دیده شده به هیچ عنوان منطقی و پذیرفتنی نیست و کاملا اشتباه. بله متشکرم. خب من با توجه به کم کم داریم به انتهای وبینارمون نزدیک میشیم، این 20 دقیقه رو اجازه بدید دوستان اگر سوالی دارن میکروفونشون رو باز کنن و سوالشون رو خودشون مطرح کنن اگر موافق باشید. اگر میکروفون رو ندارن یه بار صفحه‌شون رو رفرش کنن یا از محیط وبینار خارج بشن، مجدد وارد بشن، دسترسی میکروفون رو خواهند داشت. آقای دکتر بفرمایید. دکتر جوادی. بله من از آقای دکتر زاده یه بار دیگه اون سوال فکر میکنم خوب نگفتم. من همین بود که ببینید یه مثال میدم، یه آقای مثلا 75 ساله با 70 سال اومده، یه 20 سال رادیو داره، بعد بیماری زمینه‌ای هم داره، مثلا فرض کنید هارت فیلر هستش، نارسایی قلبی داره، بعد حالا یا مثلا فرض کنید بلوک اگزیلری براش اتفاق میفته یا بیر بلاک، یعنی بلوک رژیونال وری مثلا براش انجام میشه. بعد خب پرونده وقتی نوشته میشه، خب مثلا فرض کنید یه مقدار کمی داروی سدیشن هم به خاطر وضعیت چیز در واقع انجام بلوک گرفته، مثلا میدازولام و فنتانیل. من عرضم این بود که آیا ها در عمل ممکن نیست اینا با همون سدیشن اشتباه بگیرن و مثلا بگن حالا چه لیدوکاین هم مصرف شده، شاید اینا اومدن اونجا رو لوکال فرض کنید BSC زدن و بعد در واقع جزو همون آیوی سدیشن ها محتوی بشه. و خودتون میدونید اگر آیوی سدیشن حساب بشه دیگه فقط کد در واقع کد زمان، در واقع زمان و کد پایش تعلق میگیره. اما اگر یک روش بیهوشی تعلق بگیره و در نظر گرفته بشه، هم سن به تعلق میگیره هم بیماری زمینه‌ای و فرق میکنه محاسباتش. میخواستم ببینم آیا این نیاز به مثلا یک مستندسازی داره؟ آیا مثلا عرض میکنم آیا لازمه مثلا متخصص بیهوشی غیر از برگه بیهوشی برداره تو شرح عمل توضیح بده که من بیر بلاک براش انجام دادم، به این روش اینا رو مصرف کردم، مثلا کافم رو بستم؟ همین بود که آیا این نیاز به مستندسازی خاصی داره یا نه؟ یه سوال یک کلمه‌ای هم که قبلا پرسیده بود که آیا CPR در عمل در ICU که تکلیفش معلومه جزء 30% میشه کنه قابل پرداخت است، اما اتاق عمل اگر موفق یا ناموفق احیای قلبی ریوی اتفاق بیفته این هم جداگانه قابل پرداخت هست یا نه؟ خیلی ممنون. حضورتون عرضم که در مورد سال اول نکته که در حقیقت وجود داره هستش که کاملا بسته به این داره که ما با چه کارشناس بیمه‌ای در حقیقت داره پرونده ها رو بررسی میکنه. اما اگر که در چارت بیهوشی نوع بیهوشی رو در حقیقت متخصص محترم بیهوشی آیتم دیگری غیر از آیوی سدیشن نوشته باشد و مستندات نشون دهنده باشه باید کفایت بکنه. منتها در شرح عمل استاندارد با جراح هم در نوشتن عملش به نوع بیهوشی انجام شده اشاره داشته باشه. همونجور که تو شرح عملا همیشه میبینیم پرپ و درپ تحت GA جنرال آنستزیا رو مینویسن، اگر انواع دیگری هم از در حقیقت بیهوشی ها ذکر میشود بهتره که تو شرح عمل آورده باشه. اگر این دوتا باشه واقعا نیاز به اقدام بیشتری نیست. اما اگر کارشناس بیمه‌ای وجود داره که شاید این موارد رو کاملا آگاهی نداشته باشد، هم باید باش صحبت بشه از طرف بیمارستان و همین که حداقل تا زمانی که اون فرد کاملا متوجه بشه و به قول معروف راه بیفته
باید یه مدتی بله شرح عملهای مشابهی مبنی بر بلوک‌های ناحیه‌ای رو بهتر هستش که ضمیمه کرد برای اینکه از کسورات پیشگیری داشت. در بحث CPR مسئله که وجود داره این است که عوارض اعمال جراحی حین همون جلسه‌ای که توی اون اتاق عمل دارن اتفاق میفتن به طور معمول قابل محاسبه و قابل پرداخت نیستند. اما یعنی اینکه برفرض اگر جراح موقع میاد روی مثلا جراحی کبد داره انجام میشه، برفرض IVC بیمار بریده میشه، ترمیم این همون جلسه جراحی دستمزد اضافه به جراح پرداخت نیست. در مورد CPR یه مقدار این قضیه به نظر من مشخص هستش و خیلی واضح در حقیقت راجبش صحبت نشده. به نظر من جزء مواردی هستش که ما هم لهش هم به نفع پرداختش هم بر علیه پرداختش مدارک و مستندات داریم. اگر که میخوایم در حقیقت به طور 100% بیاد به این سمت که پرداخت بشود، باز هم جزء مواردی هستش که میبایست از طرف انجمن محترم متخصصین بیهوشی این آیتم هم بره و مورد نگوشیشن قرار بگیره. اگر این اتفاق افتاد باز هم من میتونم مستنداتی به نفع پرداختش در حقیقت ارائه کنم. خیلی ممنون از توضیحات جناب دکتر مورده. دقیقا من فکر میکنم خیلی از موارد هستش که در واقع نیاز هستش که منابع علمی تخصصی یه هماهنگی بیشتری با بیمه ها داشته باشن برای اینکه بتونن حق و زحمه همکاران متخصص بیهوشی رو در واقع احیا کنن. در مورد من فقط چند نکته هستش عرض بکنم خدمتتون. در مورد سدیشن وقتی میبرن یه طیفی هستش از در واقع یه خواب آوری و یه آرام بخشی خیلی ساده تا شرایطی که میشه به نزدیک بیهوشی. بنابراین مراقبت های لازمی که ما برای بیهوشی نظر میگیریم برای سدیشن هم در نظر میگیریم. بنابراین از نظر من به عنوان متخصص بیهوشی تفاوتی بین سدیشن و بیهوشی وجود نداره. بنابراین لازم هستش که بیمه ها به این نکته دقت بکنن و پرداختشون رو برای یک سدیشن هم معادل در واقع بیهوشی در نظر بگیرن که هرچند این حالا اساس چیزهایی که هست اتفاق نمیفته و لازمه یه سری حالا جاتی هستش که به هر حال بیمه ها مجاب بشن برای پرداخت مناسبتر این قضیه. چون ما متخصصین بیهوشی در رابطه با سدیشن حتی بیشتر نگران هستیم و میترسیم به خاطر اینکه خیلی چیزا دست ما نیستش و مراقبت دقیق‌تر رو در واقع شرایط دقیق‌تری لازم داره برای مراقبت از بیمار. اما به هر حال تمام موارد تو خود برگه بیهوشی من فکر میکنم که ذکر بشه کفایت میکنه. نیازی به برگه اضافه‌ای برای مثلا انجام یه بلوک آگزیلاری یا بیر بلاکی که آقای دکتر فرمودن وجود نداره. یعنی اینو همکارای بیمه باید در نظر بگیریم. مستندات ما داخل خود برگه بیهوشی وجود داره و ذکر همونا کفایت خواهد کردش. در مورد CPR هم من فکر میکنم یه سری موارد هستش که در حین بیهوشی با توجه به شرایط کار ما اتفاق میفته یا شرایط جراحی اتفاق میفته. خب این جزء کار ما هستش و جزء در واقع خدماتی که به عنوان بیهوشی ارائه میدیم. اما اگر بیماری اومد که نیاز به مراقبت‌های احیا، حالا چه CPR باشه در اتاق عمل، یعنی مریضی که میاد به اتاق عمل میرسه و نیازمند اون شرایط هستش که احیا بشه و CPR انجام بشه، به هر حال اون من فکر میکنم که حتما باید پرداخت صورت بگیره. ولی باز طبق گفته آقای دکتر مرزاده خب مستندات باید نشون دهنده اون باشه که بیمه هم قابلیت پرداخت رو
ممنونم. بله، ما هم از شما ممنونیم. حالا با توجه در انتهای وبینار هستیم، آخرین سوال رو خانم مهرارا سوالشون رو مطرح کنم، ولی خانم مهرارا عذر میخوام یک پرانتز کوچیک باز کنیم. خانم آصفی انگار نکته‌ای رو میخوان اعلام کنن. خانم آصفی بفرمایید، بعد از شما خانم مهرارا آخرین سوال امشب رو میپرسن. عرض سلام به دوستان حاضر در وبینار و خدا قوت عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس افسونی، جناب آقای دکتر مولازاده و آقای دکتر جوادی پور و جناب آقای دکتر فاطمی که قبول زحمت فرمودن و دعوت ما رو پذیرفتن امشب در وبینار حضور پیدا کردن، در شرایطی که اطلاع هم داریم که ایشون در کلینیک هستن. مجدداً تشکر و قدردانی میکنم. مواردی که دوستان سوال فرمودن و حالا پزشکان محترم جواب دادن، یک سری از سوالاتی که دوستان پرسیدن و اینکه از طرف بیمه غیر قابل پرداخت هستش، این درسته. مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت و دستورات شورای عالی سلامت کتاب ارزش نسبی هستش، هرچند که میدونیم که در حق پزشکان بیهوشی اجحاف شده، ولی خب قانون هستش و ما باید قانون رو اجرا کنیم. ولی یک سری مواردی که مطرح شد مربوط به کدهای تعدیلی بیهوشی از جمله بود، اینجا بیمه ها دارن سلیقه‌ای عمل میکنن. البته بیمه هایی که پایه هستن، ما در بیمه های مکمل مشکلی نداریم. وقتی در قرارداد قید میشه که ببخشید صدای من داری؟ بله صداتون رو داریم، بفرمایید. وقتی که در قراردادهای بیمه‌های تکمیلی قید میشه که ارزش تام بیهوشی پرداخت بشه، پایه، زمان، کدهای تعدیلی و ریکاوری پرداخت بشه، مشکلی نداریم. یا در قرارداد بیمه‌های تکمیلی ریاست بیمارستان ها پذیرفتن که قراردادی رو که با بیمه ها بسته میشه بر اساس پایه و زمان باشه و کدهای تعدیلی پرداخت نشه. یا یک سری بیمارستان ها تا 3 کای تعدیلی، یک سری تا 6 کای تعدیلی. در اینجا هیچ بحثی نیست چون خودشون پذیرفتن و این قرارداد رو نوشتن. ولی الان بیشتر سوال‌های دوستان که مطرح شد و قابل پرداخت نبود مربوط به بیمه‌های پایه از جمله تامین اجتماعی که سلیقه‌ای عمل میکنه. راهکار این قضیه اینه که یک بخشنامه‌ای در سال 99 مورخه 29/7/99 به شماره 142/238 اعلام شد که هر گونه بخشنامه‌های داخلی از طریق استان‌ها غیر قابل قبول هستش و هر استانی اگر بیمه‌های سلیقه‌ای دارن عمل میکنن باید به دبیرخانه شورای عالی سلامت اطلاع بدن. تنها راه قضیه که جلوگیری بشه از کسورات غیر منطقی همین قضیه هستش که همه مراکز درمانی در همه استان‌ها با هم متحد بشن و از طریق همین نامه بتونن از حق پزشکان بیهوشی دفاع کنن. بازم ممنون اختیار ما قرار دادید. اطلاعات خوب آقای دکتر مولازاده، آقای دکتر فاطمی و آقای دکتر جواد ما ندارین؟ آخرش خوب شد، یه چند ثانیه صداتون بریده بود. خیلی ممنونم. من نمیدونم از صدام قطع شد ولی امیدوارم که اون اصل مطلب و بله من واضح بود. ممنون، مرسی. خب خیلی ممنونم. آخرین سوال خانم مهرارا بفرمایید.
حضورتون رو آقای دکتر فاطمی در خدمتتون، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید جناب دکتر مرادزاده، من استفاده میکنم از حضورتون. من خواهش میکنم آقای دکتر حضورتون آرزم که تو اینجور موارد چنانچه بیمار به هر دلیلی در بیمارستان از قبل بستری بوده باشد، مثلا شما در نظر بگیرید که بیمار تراک داشته و بعد در حقیقت یک فیستول آورت و تراکیال براش تشکیل شده و این بعداً پاره شده و خب یک حالت اورژانسی است، یا همون مثال CABG که خدمتتون عرض کردم. طبیعتاً نکته‌ای که وجود داره این هستش که ملاک اینجا باز هم مستندات پرونده است، یعنی زمانی که پرستار توی نرسینگ نوت ثبت میکنه که متوجه شده مشکلی برای بیمار ایجاد شده، از اون ساعتی که در حقیقت میده به پزشک معالج و یا اینکه زمانی که برفرض پزشک مقیم ICU یا پزشک دیگری در بیمارستان در پرونده بیمار ثبت میکنه که بیمار باید به اتاق عمل منتقل بشود، طبیعتاً نشون دهنده این هستش که شرایط اورژانسی برای بیمار اتفاق افتاده و بنابراین این مسئله با این بیس میتونه که قابل محاسبه و قابل پرداخت باشه. یعنی اینکه اگر بیمار خونریزی پریکارد برفرض داشت و نوشته شد که منتقل بشه اتاق عمل، از اون ساعتی که این دستور ثبت شده تو پرونده و تا 6 ساعت بعد از اون اگر که بیمار بیهوش بشه، قطعاً بحث کد تعدیل اورژانسش قابل محاسبه است. ممنون از آقای دکتر ملازاده. صحبت تکمیلی خدمتتون عرض بکنم، باز برمیگرده به همون تعریف ما از اورژانس که ما این نقیصه رو داریم که تو لغت در واقع اورژانس ما تعریف مشخصی نداره، اما در واقع بیماری ها رو وقتی ما در واقع میخوایم تقسیم بندی بکنیم به ارجنت و ایمرجنت تقسیم بندی میشه و برای ایمرجنت بودن خاصی مد نظر هستش. به هر حال قراردادیه که در واقع حالا به نوعی انجمن‌های علمی و بیمه ها صحبت کردن و به نتیجه رسیدن و این تایم 6 ساعت رو در نظر گرفتن، مضافر مستندات پرونده‌ای که دال بر اورژانس بودن هستش یا در واقع. منتها من فکر میکنم برای اینکه حق و زحمه همکاران در واقع واقعی تر پرداخت بشه، یه شفافیت نسبی هم توی مستندات پرونده هم در واقع نسبت به دیدانی که ناظر بیمه ها هستن باید وجود داشته باشه و همیشه باور بر این باشه که سیستم ها درست کار هستن تا اینکه نادرست. هم بیمارستان ها و در واقع همکاران متخصص رو به نوعی بیشتر احیا کرد.
ممنون و سپاسگزارم از وقتی که در اختیارمون گذاشتین و گروه خوبتون. خیلی ممنونم. آقای دکتر، ما هم از شما خیلی ممنونیم، متشکریم که افتخار دادید برای دومین بار و تونستیم از حضور گرمتون، از تجربیاتتون استفاده کنیم و وجود شما و حضور آقای دکتر ملازاده به اعتبار وبینار ما افزود و به وبینارمون گرمی بخشیدید. خیلی ممنونم. شما در کلینیک بودید، ساعت کاریتون بود، وقت گذاشتید، ما از حضورتون بهره بردیم. تشکر میکنم واقعا، اگرچه که لطفتون قابل جبران نیست، اما تشکر به نمایندگی از دوستان بپذیرید. من ممنونم از همه دوستان که تحمل کردن و به هر حال حضور داشتن. خیلی ممنونم از تک تک دوستانی که حضور داشتن و همینطور دستاندرکاران این گروه خوب. سپاسگزارم. زنده باشید. استفاده بردیم. خیلی ممنونم. امشب اطلاعات زیادی به اطلاعات دوستان افزوده شد. همینطور از آقای دکتر ملازاده عزیز تشکر میکنم. حضورتون دلگرمی هست. ما خیلی خوشحالیم که چنین دوستانی داریم و میتونیم ازشون خواهش کنیم در حد بضاعت و توانشون که همیشه با حد اکثر توان در کنارمون بودن و حمایت کردن. ممنونم از همین. شب خوبی داشته باشین. سلامت. شب شما هم بخیر. من پایان وبینار رو اعلام میکنم و اگر آقای دکتر ملازاده صحبتی دارن در خدمتشون هستیم. آقای مهندس افسونی عزیز، خیلی متشکرم از اینکه در حقیقت این موارد رو زحمت میکشین و میزبانی میفرمایین و این فرصت رو برای ما و همه دوستان در حقیقت ایجاد میکنین که تبادل اطلاعات داشته باشیم. من خیلی خیلی متشکرم از آقای دکتر فاطمی عزیز بابت صحبت ها و نکات خیلی ارزنده‌ای که مطرح کردن امشب و همه دوستان رو به خدا میسپارم و شب آرومی براشون آرزو دارم. من هم ممنونم از آقای دکتر ملازاده عزیز که اطلاعات بسیار خوبی در اختیارمون گذاشتن. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از همگی. خیلی خوشحالم و افتخار میکنیم که یک شب دیگر رو در شب‌های درآمد در خدمت دوستانمون بودیم، از حضور گرم پزشکان محترم کشورمون و عزیزانی که هر کدوم در فیلد کاری خودشون جزو سرآمدین رشته خودشون هستن استفاده بردیم. من پایان وبینار رو اعلام میکنم و شب همگی دوستان بخیر. اما خواهش میکنم نظرتون رو در مورد وبینار امشب توی گروه اصلیمون حتما برامون بنویسید. شب همگی بخیر.